بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ای پیامبر، ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که به رنج افتی، الا تذکرة لمن یخشی، بلکه آن را فرستادیم برای پند دادن هر کسی که از الله پروا می کند. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. این قرآن از سوی کسی فرستاده شده که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است. الرحمن علی العرش استوى. پروردگار رحمان بر عرش قرار گرفت. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری. آنچه در آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر خاک پنهان است از آن اوست. و این تجهر بالقول فإنه یعلم السر و اخفی. و اگر سخن آشکار بگویی یا آن را پنهان داری، بیگمان او راز نهان و حتی نهانتر از آن را نیز می‌داند. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. او الله است که هیچ معبودی به حق جز او نیست، نیکوترین نامها از آن اوست. و هل اتاک حدیث موسی. و ای پیامبر، آیا خبر موسی به تو رسیده است؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیكم منها بقبس او اجد على النار هدى. هنگامی که آتشی را از دور دید و به خانواده اش گفت لحظه‌ای درنگ کنید، همانا من آتشی را دیدم، شاید شعله ای از آن برای شما بیاورم یا کنار آن آتش راهنمایی بیابم. فلما اتاها نودی یا موسی. پس چون نزد آن آتش آمد ندا داده شد که ای موسی، اینی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی. به راستی که من پروردگار تو هستم، پس کفش‌هایت را درآور که تو در سرزمین مقدس طوا هستی. و انا اخترتک فاستمع لما یوحی. و من تو را به پیامبری برگزیدم، پس به آنچه بر تو وحی می شود گوش فراده. ایننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. یقینا من الله هستم، هیچ معبودی به حق جز من نیست، پس مرا پرستش کن و نماز را برای یاد من برپای دار. این الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزا كل نفس بما تسعی. بی تردید قیامت خواهد آمد، میخواهم وقت آن را پنهان دارم تا هر کس در برابر سعی و عملی که انجام میدهد
جزا داده شود. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوسهای خود پیروی می کند تو را از یاد آن باز دارد که هلاک خواهی شد. وما تلك بیمینک یا موسی. و ای موسی آن چیست به دست راستت؟ قال هي عصای اتوکأ علیها واهش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى. گفت این عصای من است، بر آن تکیه می کنم و با آن برای گوسفندانم برگ درختان را فرو می ریزم و مرا با آن کارهای دیگری نیز هست که برآورده می کنم. قال القها یا موسی. الله فرمود ای موسی آن را بیفکن. فالقاها فاذا هی حیة تسعى. پس موسی آن عصا را افکند و ناگهان تبدیل به ماری شد که به سرعت به هر سو می‌خزید. قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى. الله فرمود آن را بگیر و نترس، به زودی آن را به شکل اولش باز می‌گردانیم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. و دستت را در بغل کن تا بدون هیچ گزندی به عنوان معجزه‌ای دیگر سفید و درخشان بیرون آید. لنريك من آياتنا الكبرى. تا برخی از نشانه های بزرگ قدرت خود را به تو نشان دهیم. اذهب الى فرعون انه طغى. اینک به سوی فرعون برو که بیگمان او سرکشی کرده است. قال رب اشرح لی صدری. موسی گفت پروردگارا سینه ام را گشاده گردان. ویسر لی امری. و کارم را برایم آسان گردان. واحلل عقدة من لسانی. و گره از زبانم باز کن یفقه قولی. تا سخنانم را بفهمند. واجعل لی وزیرا من اهلی. و برای من یاوری از افراد خاندانم قرار ده. هارون اخی. هارون برادرم را. اشدد به ازری. با او پشتم را استوار گردان. و اشرکه فی امری. و او را در کار رسالت من شریک ساز. کی نسبحک کثیرا. تا تو را بسیار تسبیح بگوییم. و نذکرک کثیرا. و بسیار یادت کنیم. انک کنت بنا بصیرا. بی تردید تو به حال ما خوب بینایی. قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. الله فرمود ای موسی هرچه خواستی به تو داده شد. ولقد مننا علیک مرة اخرى. ما بار دیگر نیز بر تو منت نهاده ایم و نعمت بخشیده ایم. اذ اوحینا الی امک ما یوحی. هنگامی که به مادرت آنچه را که باید وحی میشد وحی کردیم. ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل یأخذه عدو لی وعدو له والقیت علیک محبة منی ولتصنع علی عینی. که او را در صندوقی بگذار، آنگاه آن صندوق را به دریا بینداز تا دریا او را به ساحل افکند، تا دشمن من و دشمن وی او را برگیرد. و بر تو از جانب خود مهری در دلها افکندم
تا زیر نظر و تحت حمایت من پرورش یابی. اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدری یا موسی. آنگاه که خواهرت در کنار رود همراه با صندوق تو راه می رفت و به کسی که تو را از آب گرفت گفت آیا می خواهید کسی را به شما نشان دهم که سرپرستیش را به عهده گیرد؟ پس تو را به مادرت بازگرداندیم تا چشمش به دیدارت روشن شود و اندوهگین نباشد و بعدها تو شخصی قبطی را کشتی و ما تو را از اندوه و گرفتاری نجات دادیم و بارها تو را آزمودیم. پس از آن سالها در میان مردم مدین به سر بردی. آنگاه ای موسی بر طبق تقدیر الهی برای رسالت به اینجا آمدی. واصطنعتك لنفسی، و تو را برای خودم خاص ساختم و برای پیامبری پرورش دادم. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. اینک تو و برادرت با آیات من برای دعوت مردم روانه شوید و در ذکر و یاد من سستی نکنید. اذهبا الى فرعون انه طغى. به سوی فرعون بروید که او سرکشی کرده است. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. پس به نرمی با او سخن بگویید شاید که پند گیرد یا از پروردگارش بترسد. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. موسی و هارون گفتند پروردگارا ما بیمناکیم که بر ما پیش دستی نماید و قبل از پایان دعوت آزارمان دهد یا سرکشی کند و آن را نپذیرد. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله فرمود نترسید، من با شما هستم و همه چیز را میشنوم و میبینم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. پس به نزد او بروید و بگویید ما فرستادگان پروردگارت هستیم، بنی اسرائیل را همراه ما بفرست و آنان را آزار و شکنجه نکن. به راستی که ما نشانه های روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده ایم و درود بر آن کسی که از هدایت پیروی کند. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. به ما وحی شده که عذاب الهی بر کسی است که آیات و معجزات را تکذیب کند و از ایمان روی بگرداند. قال فمن ربكما يا موسى. فرعون گفت ای موسی پروردگار شما کیست؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسی گفت پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزی را به او ارزانی داشته سپس آن را هدایت کرده است. قال فما بال القرون الاولى. فرعون گفت پس حال و سرنوشت نسل‌های گذشته چه می شود؟
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربی ولا ینسى. موسی گفت علم آن نزد پروردگارم در کتابی ثبت است. پروردگارم نه اشتباه می کند و نه فراموش می نماید. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. اوست که زمین را برایتان همچون گهواره‌ای محل آسایش قرار داد و در آن راه‌هایی ایجاد نمود و از آسمان آبی فرو فرستاد و با آن انواع گوناگون گیاه را از زمین بیرون آوردیم. كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآیات لأولی النهی. هم خود بخورید و هم چهار پایانتان را بچرانید. بیگمان در این امور نشانه هایی برای خردمندان است. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ما شما را از زمین آفریدیم و به آن باز می‌گردانیم و بار دیگر در قیامت شما را از آن بیرون می‌آوریم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. و به راستی ما همه نشانه های قدرت خود را به او نشان دادیم ولی او همه را دروغ پنداشت و نپذیرفت. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسی. آنگاه گفت ای موسی آیا به نزد ما آمده ای که با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟ فلنأتینك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا. پس یقینا ما نیز سحری مانند آن برای تو میآوریم. پس همکنون در مکانی هموار و مقبول هر دو طرف موعدی میان ما و خود قرار بده که نه ما و نه تو از آن خلاف نکنیم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسی گفت موعد شما روز عید زینت باشد که همه مردم پیش از ظهر جمع شوند. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. آنگاه فرعون بازگشت و تمام مکر و حیله خود را جمع کرد. سپس باز آمد. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسی به آنان گفت وای بر شما، بر الله دروغ نبندید که شما را با عذابی سخت نابود می سازد و یقینا کسی که بر الله افترا بندد ناکام و مأیوس می گردد. فتنازعوا امرهم بینهم و اسروا النجوا. پس جادوگران در کارشان میان خود اختلاف کردند و به نجوا پرداختند. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. گفتند مسلماً این دو نفر جادوگرند و میخواهند شما را با جادوی خود از سرزمینتان بیرون کنند و آیین و راه و رسم برتر شما را از بین ببرند.
فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا. پس همه حیله و تدبیر خود را فراهم کنید و به کار بندید، سپس در یک صف برای مبارزه پیش آیید. امروز کسی رستگار خواهد شد که بر دشمن چیره گردد. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. ساحران گفتند ای موسی، آیا تو آنچه را با خود داری میافکنی یا ما نخستین کسی باشیم که میاندازیم؟ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. موسی گفت نه، بلکه شما بیافکنید. پس ناگاه ریسمانها و چوب دستیهای آنان از جادویشان چنان به نظر او آمد که گویی آنها به شتاب میخزند. فاوجس فی نفسه خیفة موسی. پس موسی در دل خود احساس ترس کرد. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. گفتیم نترس، تو قطعا پیروز و برتری. و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى. و آنچه را که در دست راست خود داری بیفکن تا تمام آنچه را که ساخته اند ببلعد. بی تردید آنچه آنان ساخته اند فقط افسون جادوگر است و جادوگر هر جا باشد و هر چه کند رستگار نخواهد شد. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسی. پس موسی عصای خود را افکند که به مار بزرگی بدل شد و ساخته های آنان را بلعید. آنگاه ساحران به سجده افتادند و گفتند ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ قطعاً او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است. پس یقیناً دست و پای شما را برعکس یکدیگر از چپ و راست قطع می کنم و همگیتان را از تنه های نخل به دار می آویزم و آنگاه خوب خواهید دانست که عذاب و شکنجه کدام یک از ما سخت‌تر و پایدارتر است. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. گفتند سوگند به آن که ما را آفریده است هرگز تو را بر این دلایل روشنی که برای ما آمده ترجیح نمی دهیم. پس به هر حکمی که می خواهی حکم کن. تو فقط می توانی در این زندگی دنیا حکم کنی. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. به راستی که ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهانمان و آنچه را از سحر بر ما تحمیل کردی ببخشاید و الله
بهتر و پایدارتر است. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. بیگمان هر کسی که در نزد پروردگارش گناهکار حاضر شود آتش دوزخ برای اوست، در آنجا نه میمیرد و نه زنده میماند. و من یأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلا. و هر که مؤمن به نزد او رود و کارهای شایسته انجام داده باشد اینان درجات عالی دارند. جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها وذلك جزاء من تزکا. باغ‌های جاودان بهشت که جویبارها زیر درختان آن جاری است، همیشه در آن خواهند بود و این است پاداش کسی که خود را از شرک و گناه پاک نموده است. ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا. و به راستی ما به موسی وحی کردیم که بندگانم را شبانه از مصر بیرون ببر، سپس برای آنان در دریا راهی خشک بگشا که نه از تعقیب دشمنان خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا بیم داری. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. آنگاه فرعون با سپاهیانش آنان را دنبال کرد و آب دریا ایشان را فرا گرفت و فرو پوشاند. و اضل فرعون قومه وما هدا. و بدین سان فرعون قوم خود را گمراه نمود و هدایت ننمود. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. ای بنی اسرائیل، به راستی ما شما را از چنگ دشمنانتان نجات دادیم و در سمت راست کوه تور با شما وعده گذاردیم تا تورات را بر شما نازل کنیم و بر شما ترنجبین و بلدرچین نازل کردیم. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیه غضبی فقد هوی. از نعمتهای پاکیزه‌ای که به شما روزی داده ایم بخورید و در آن زیاده روی نکنید که خشم من بر شما وارد می شود و کسی که خشم من بر او وارد شود قطعا نابود شده است. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. و بی تردید من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته نماید و آنگاه به راه راست آید. وما اعجلك عن قومك یا موسی. ای موسی، چه چیز موجب شد که جلوتر از قومت به سوی وعدگاه بشتابی؟ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی. موسی گفت پروردگارا، آنان به دنبال من هستند و من به سوی تو شتاب کردم تا از من خشنود گردی. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الله فرمود ما قومت را بعد از رفتن تو آزمودیم و سامری
آنان را گمراه کرد. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. پس موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قومش بازگشت و گفت ای قوم من، مگر پروردگارتان وعده نیکو به شما نداده بود؟ آیا مدت جدایی من از شما به درازا کشید یا خواستید خشمی از سوی پروردگارتان بر شما نازل شود که وعده مرا خلاف کردید؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. آنان گفتند ما به اختیار خود با تو خلف وعده نکردیم، ولی بارهای سنگینی را که از زیورهای قوم فرعون با خود داشتیم در آتش انداختیم و سامری نیز آنچه با خود داشت انداخت. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. آنگاه برای آنان مجسمه گوساله‌ای ساخت که صدایی همچون صدای گوساله داشت. پس سامری و پیروانش به مردم گفتند این معبود شما و معبود موسی است که آن را فراموش کرده و اینجا گذاشته است. افلا يرون الا يرجع الیهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. آیا ندیدند که این گوساله هیچ پاسخی به آنان نمیدهد و هیچ سود و زیانی به آنان نمیرساند؟ ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. و در حقیقت پیش از آن هارون نیز به آنها گفته بود ای قوم من، جز این نیست که شما با این گوساله امتحان شده اید و بی تردید پروردگار حقیقی شما الله رحمان است، پس پیرو من باشید و از فرمانم اطاعت کنید. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. آنان گفتند ما هرگز از پرستش آن دست بر نخواهیم داشت تا موسی به سوی ما بازگردد. قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا. چون موسی آمد گفت ای هارون، هنگامی که دیدی آنان گمراه شده اند چه چیزی تو را باز داشت؟ الا تتبعنی افعصیت امری. چه چیزی تو را از پیروی من باز داشت؟ آیا از فرمانم سرپیچی کردی؟ قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون گفت ای پسر مادرم، ریش و موی مرا مگیر، من ترسیدم که بگویی میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخن و سفارش مرا به کار نبستی. قال فما خطبك یا سامری. موسی گفت ای سامری، منظور تو از این کار چیست؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. او گفت من چیزی را دیدم که آنان ندیدند
و مشتی از خاک پای فرستاده الله را برداشتم و در پیکر گوساله انداختم و هوای نفسم این کار را این چنین برایم آراسته جلوه داد. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسی گفت پس برو، بی تردید بهره تو در زندگی این است که چنان مطرود شوی که به هر کس که نزدیک تو آمد بگویی به من دست نزنید و تو موعدی برای عذاب خواهی داشت که هرگز از آن تخلف نخواهد شد و اکنون به آن معبودی که همواره در عبادتش بودی بنگر، آن را می سوزانیم، سپس خاکستر آن را در دریا می پاشیم. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. معبود شما تنها الله است که جز او هیچ معبودی نیست و علمش همه چیز را فرا گرفته است. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ای پیامبر، این گونه از اخبار و داستانهای گذشته بر تو بازگو می کنیم و به راستی ما از جانب خود به تو قرآن پندآموز داده ایم. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. کسی که از آن روی گردان شود بیگمان در روز قیامت بار سنگینی از گناه بر دوش خواهد کشید. خالدین فیه وساء لهم یوم القیامة حملا. جاودانه در آن عذاب خواهند ماند و چه بد است باری که کافران در قیامت خواهند کشید. یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذ زرقا. آن روز که در صور دمیده شود و در آن روز مجرمان را که بسیار ترسیده اند با چشم و بدن کبود گرد می آوریم. یتخافتون بینهم إن لبثتم الا عشرا. آنان آهسته در میان خود سخن میگویند شما بیش از 10 روز در دنیا به سر نبرده اید. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة إن لبثتم الا یوما. ما به آنچه ایشان میگویند داناتریم، آنگاه که خردمندترینشان میگوید شما تنها 1 روز به سر برده اید. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. و ای پیامبر، از تو درباره کوه ها میپرسند، پس بگو پروردگارم آنان را سخت متلاشی و پراکنده خواهد کرد. فيذرها قاعا صفصفا. و آنها را زمینی صاف و هموار خواهد گرداند. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. زمینی که در آن هیچ پستی و بلندی نمی بینی. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. در آن روز همه مردم بدون هیچ مخالفتی از دعوت کننده الهی پیروی می کنند و صداها در مقابل الله رحمان به خاموشی می گراید و جز صدای آهسته و زیر لب چیزی نمی شنوی. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن
إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. آن روز شفاعت هیچ کس سودی نمی بخشد مگر کسی که الله رحمان به او اجازه داده باشد و گفتارش را پسندیده باشد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله آنچه را که انسانها در پیش دارند و آنچه را که پشت سر گذاشته اند می‌دانند، ولی آنان به علم او احاطه ندارند. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. و همه چهره ها در برابر پروردگار زنده پاینده فروتن می شود و آنکه بار ستم بر دوش دارد ناکام و مأیوس می گردد. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. و کسی که کارهای شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن باشد نه از ستمی می هراسد و نه از کاسته شدن پاداشش. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. و بدین صورت آن را قرآنی عربی نازل کردیم و هشدارهای گوناگون در آن بیان نمودیم، باشد که تقوا پیشه کنند یا این کتاب برایشان پندی پدید آورد. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. پس بلند مرتبه است الله که فرمان روای حق است و در خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن بر تو پایان یابد شتاب مکن و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزای. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. و به راستی پیش از این با آدم پیمان بستیم ولی آن را فراموش کرد و برای او عزمی استوار نیافتیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. و به یاد آور آنگاه که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند به جز ابلیس که سر باز زد. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. پس گفتیم ای آدم بی تردید این ابلیس دشمن تو و همسرت است، پس مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به رنج و مشقت میافتی. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. در حقیقت تو این نعمت را در بهشت داری که نه گرسنه میشوی و نه برهنه میمانی. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. و همین که در آنجا نه تشنه میگردی و نه آفتاب زده. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. پس شیطان او را وسوسه کرد و گفت ای آدم آیا می‌خواهی درخت جاودانگی و فرمان روایی بی زوال را نشانت دهم؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. آنگاه از آن درخت ممنوعه خوردند و شرمگاهشان بر آنان نمایان شد
و شروع کردند به قرار دادن برگ درختان بهشت بر خود تا آنجا را بپوشانند و این گونه آدم از پروردگار خود سرپیچی کرد و به بیراهه رفت. ثم اجتباه ربه فتاب علیه وهدى. سپس پروردگارش او را برگزید و توبهش را پذیرفت و او را هدایت کرد. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرمود شما دو تن همراه ابلیس همگی از بهشت فرود آیید در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود. پس اگر از سوی من برای شما رهنمودی برسد، هر کس از هدایتم پیروی کند پس نه گمراه می شود و نه از عذاب دوزخ به رنج می افتد. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. و کسی که از یاد من روی گردان شود پس بیگمان زندگی سختی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا برمی‌انگیزیم. قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. او میگوید پروردگارا چرا مرا نابینا برانگیختی حالان که من در دنیا بینا بودم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله میفرماید همانطور که آیات ما بر تو آمد و آنها را به فراموشی سپردی، امروز تو نیز به همان صورت فراموش میشوی. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. و کسی را که در گمراهی و گناه زیاده روی کند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد، این گونه کیفر می دهیم و یقیناً عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. آیا برای هدایتشان کافی نیست که بدانند چه نسل‌هایی را پیش از آنان نابود کردیم که اکنون آنها در خانه‌های ایشان راه می‌روند؟ به راستی در این نکته برای خردمندان نشانه‌های عبرت انگیز است. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. و اگر از سوی پروردگارت سخنی درباره مهلت نگذشته بود و سررسیدی معین در کار نبود، قطعاً عذاب الهی در همین دنیا بر آنان لازم میشد. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. پس ای پیامبر بر آنچه میگویند شکیبا باش و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و نیز در ساعاتی از شب و اطراف روز تسبیح گوی، باشد که از پاداش الهی خشنود شوی. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. و هرگز به آنچه از نعمت و ثروت دنیا که گروه‌هایی از ایشان را از آنها بهره‌مند ساخته ایم چشم ندوز. اینها زینت زندگی دنیاست تا آنان را بدان بیازماییم
و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. و خانواده‌ات را به نماز فرمان بده و خود بر انجام آن شکیبا باش. ما از تو روزی نمی‌خواهیم بلکه به تو روزی می‌دهیم و سرانجام نیک برای پرهیزکاران است. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه اولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. مشرکان گفتند چرا محمد معجزه ای از جانب پروردگارش برای ما نمی آورد؟ بگو آیا دلایل روشنی که در کتابهای پیشین بوده برای آنان نیامده است؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. اگر ما آنان را پیش از آمدن پیامبر با عذابی هلاک می کردیم قطعا روز قیامت می گفتند پروردگارا چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی تا پیش از آن که خار و رسوا شویم از آیات تو پیروی کنیم. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ای پیامبر به آنان بگو همه منتظرند، شما نیز منتظر باشید، پس به زودی خواهید دانست که رهروان راه راست چه کسانی هستند و هدایت یافتگان کدامند.